فقط این مرحله از فرایند حل مسئله را تصور کنید. حالا فکر نگران کننده دیگری را به ذهنتان بیاورید. بر روی این فکر متمرکز شوید تا اینکه ذهنتان شروع به پیشگویی کند. سپس به دنبال اولین اقدام عملی باشید که میتواند احتمالاً خطر را کاهش دهد. بعد از اتمام کار، همین فرایند را برای سومین فکر نگران کننده خود دنبال کنید. در پایان تمرین چند دقیقه صبر کنید و به این سوالات توجه کنید. آیا در حین برنامه‌ریزی یا پیشگویی احساس متفاوتی را تجربه می‌کنید؟ چقدر برایتان سخت است که ذهنتان را از افکار نگران کننده به برنامه‌ریزی مشخص و منسجم تغییر جهت دهید؟ آیا متوجه شدید که در حین برنامه‌ریزی افکار نگران کننده همچنان به جریان خزنده خود ادامه می‌دهند؟ چطور توانستید حواستان را جمع کنید تا متوجه افکار پیشگویانه شوید؟ یادتان باشد که بعد از شناسایی خطر به برنامه‌ریزی بپردازید. قسمت 8. افکار آینده نگرانه. خیال پردازی در برابر مشاهده. خیال پردازی ها را می توان یک مرخصی عالی از زندگی واقعی تلقی نمود. خیال پردازی های عاشقانه، جنسی، موفقیت آمیز یا رهابخش همگی یک وجه اشتراک دارند. شما برای لحظاتی زمان حال را رها می کنید و به دنیای دیگری پناه می برید. درست مثل این است که به گردشگر دنیای ذهن تبدیل شده اید. برخی از خیال پردازی ها مفیدند. این نوع خیال پردازی ها باعث می شوند که به وقایع زندگی خود سر و سامان دهید. برخی به شما کمک می کنند تا اهداف جدیدی را در زندگی خود شکل بدهید. برخی فرصت مورد نیاز برای لذت بردن یا آرامش خاطر برای شما فراهم می کنند. اما خیال پردازی هایی نیز ممکن است زیان بخش باشد. آنها باعث می شوند شما ساعتهای طولانی در دنیای لذت بخش ولی غیر ممکن به سر ببرید که حلقه اتصال شما را با زمان حال قطع می کنند. برخی از این نوع خیال پردازی ها باعث می شوند همه چیز در معیار مقایسه نسبی و غم‌انگیز به نظر برسند. گاهی اوقات این خیال پردازی ها کار انتخاب و تغییرات واقعی را برای ما سخت‌تر و دشوارتر می سازند. با این خیال پردازی ها شما به جای حل و فصل مسائل مهم زندگی به آینده می گریزید. البته ما تاوان این کار را با افسردگی و کنترل ناپذیری زندگی می پردازیم. خیال پردازی ها چه اثری بر شما میگذارند چه نمیگذارند، بهترین راه برای درک این مطالب این است که به خیال پردازی های خود توجه کنید و به آنها در بافتار زمان حال بنگرید. حالا سراغ یکی از خیال پردازی های رایج خود بروید که لذت بخش و قابل اطمینان است. چشمهایتان را ببندید و تصور ذهنی خود را با تمام جزئیات بررسی کنید. به رنگ‌ها، صداها توجه کنید و آن تجربه را احساس کنید. 1 یا 2 دقیقه از این خیال پردازی لذت ببرید و سعی کنید واقعاً و با تمام وجود در آن تصویر حضور داشته باشید. حالا چشمهایتان را باز کنید و توجه خود را به زمان حال معطوف سازید. چه می‌بینید؟ چه می‌شنوید؟ چه احساسهایی را تجربه می‌کنید؟ برای 1 یا 2 دقیقه تمرکز کنید که این احساسها به شما چه می‌گویند. حالا سعی کنید به گذار از خیال پردازی به زمان حال ادامه دهید. چنانچه اولین خیال پردازی که انتخاب کردید وضوح و جذابیت خود را از دست داد. بلافاصله یک خیال پردازی دیگر را جایگزین کنید. به مدت 8 تا 10 دقیقه بین این دو سیر کنید. توجه کنید هر بار که از خیال پردازی به زمان حال باز می‌گردید و بالعکس چه احساسی دارید. حالا به این سوالات فکر کنید. چقدر برایتان سخت و ناممکن است که خیال پردازی را رها کنید و به زمان حال بازگردید؟ آیا می خواهید همچنان در خیال پردازی بمانید یا زمان حال را ترجیح می دهید؟ آیا چیزی در زمان حال وجود دارد که فرار از آن احساس خوبی در شما ایجاد کند؟ خیال پردازی چه اثری بر زندگیتان دارد؟ چنانچه خیال پردازی ها برای شما مشکل آفرین شوند، بهتر از لحظه ای درنگ کنید و سری به دنیای واقعی بزنید. هر بار که برای مدت طولانی غرق در خیال پردازی های خود شدید، یک نفس عمیق بکشید و برای 1 دقیقه به زمان حال بازگردید.
دقت کنید که چه می‌بینید، چه می‌شنوید و چه احساسی را در بدن خود تجربه می‌کنید. سپس این سوال را از خود بپرسید: در حال حاضر چه کاری می‌توانم انجام بدهم که احساس بهتری در این لحظه داشته باشم؟ قسمت 9: تسمه نقاله افکار. وقت آن رسیده که تمام تجارب خود را جمع کنید و یاد بگیرید چگونه به تماشای ذهنتان بنشینید. اولین گام برای رهایی از درد و رنج ذهنی همانا پی بردن به رمز و راز چگونگی تماشای ذهن است. همین حالا توجه خود را به تنفستان معطوف کنید. سعی کنید هوای خنکی را که از ته حلقتان به بیرون می‌فرستید احساس کنید. به احساس انبساط قفسه سینه و باز شدن حجم دیافراگمتان دقت کنید. توجه کنید که در حین بازدم چطور این احساس سراسر بدنتان را فرا می‌گیرد. حال بعد از 1 یا 2 دقیقه توجهتان را به چگونگی عملکرد ذهنتان معطوف کنید. تصور کنید که افکارتان از طریق یک تسمه نقاله تجارب پشت سر هم میرسند. این تسمه دائما مقابل چشمهایتان در حال چرخیدن است و هر فکری را که در ذهنتان شکل میگیرد را همراه خودش می آورد. وظیفه شما فقط این است که این افکار را در یکی از طبقات زیر دسته‌بندی کنید: افکار مشاهده‌گرانه، افکار قضاوتگرانه، افکار آینده نگرانه یا پیشگویانه، افکار تنبینی یا داستانگویانه. برای انجام این تمرین سعی کنید خاطرات، خیال پردازی ها و افکار برنامه ریزی را نادیده بگیرید، چون نمی توانید به همه آنها توجه کنید. بعد از اینکه توانستی توجه خود را به تنفستان معطوف کنید، به مدت حداقل 3 دقیقه سعی کنید تسمه نقاله افکارتان را به کار بیاندازید. در همان حین که افکارتان را مشاهده می کنید، تصور کنید که هر فکر را درون جعبه‌های کوچکی می‌گذارید. هر یک از این جعبه‌ها معرف یک گروه از افکاری است که با برچسب‌های مخصوص نامگذاری شده‌اند، یا اینکه می‌توانید صرفاً نوع آن فکر را برای خودتان مشخص کنید. اگر فکری از دستتان در رفت، نگران نباشید. فقط به فکر بعدی دقت نمایید و آن را نامگذاری کنید. وقتی تمرین تسمه نقاله افکار را تمام کردید، برای چند دقیقه به این سوالها فکر کنید: از بین این 4 طبقه افکار، کدام یک بیشتر به ذهنتان خطور کرد؟ کدام طبقه از افکار پایدار بودند و دیرتر نیز ناپدید می شدند؟ کدام طبقه از افکار واکنش‌های هیجانی شدیدتری را برمی‌انگیختند؟ تشخیص و نامگذاری کدام طبقه از افکار سخت‌تر بود؟ آیا با تمرین بیشتر این کار برایتان آسان‌تر شد؟ کدام طبقه از افکار را کمتر جدی گرفتید و کدام طبقه از افکار را جدی نگرفتید؟ بخش دوم: افکار شما چه تأثیری بر زندگیتان می‌گذارند؟ درستی یا نادرستی افکارتان اهمیت ندارد. مهم این است که شما ممکن است وقت زیادی از زندگی خود را صرف این افکار کنید و درگیر آنها شوید، در صورتی که می توانید صرفاً آنها را مشاهده کنید. ما قصد داریم مهارت بسیار مهمی را به شما یاد بدهیم: مهارت مشاهده افکار و بررسی تأثیر آنها در زندگیتان. افکارتان چه تأثیری بر زندگیتان دارند؟ از آنجایی که شما حق انتخاب افکاری را که به ذهنتان می آیند ندارید و همچنین به دلیل اینکه نمی توانید جلوی آنها را بگیرید، بنابراین لازم است توانایی خود را صرف تعیین نوع ارتباطتان با افکار و پیامدهای ناشی از این ارتباط کنید. نکته حائز اهمیت این است که آیا به افکار اعتقاد دارید یا ندارید، نه اینکه به درک و فهم، بررسی یا تحلیل محتوای افکارتان بپردازید، زیرا اغلب این افکار مستبدانه و ناپایدار هستند. شما ممکن است بپرسید: خب پس من چطور میتوانم درباره تاثیر افکارم قضاوت کنم؟ برای اینکه بتوانید به این سوال پاسخ دهید، سوال را عوض کنید. از شما میخواهم بررسی کنید که این افکار چه کمکی به شما میکنند. آیا افکارتان شما را به آنچه عمیقاً در زندگی برایتان اهمیت دارد نزدیکتر می‌کند، یا اینکه صرفاً باعث می‌شود که احساس امنیت کنید بدون اینکه به اهداف مهم زندگیتان نزدیکتر شوید؟
فرض کنید صبح زود صدای زنگ ساعت را میشنوید و این فکر به ذهنتان خطور میکند که من دلم نمیخواهد امروز سر کار بروم. آیا این فکر بد است؟ نه. این فکر تنها در صورتی بد است که شما به آن گوش بسپارید، آن را جدی بگیرید، در رخت خواب بمانید، سر کار نروید و موقعیت شغلی و مالی خود را به خطر بیاندازید. لذا به نظر می رسد این فکری نیست که به شما کمک کند. این فکر نمی تواند به شیوه موثری به زندگیتان کمک کند. در ادامه سوالاتی ارائه می شود که می توانید از خودتان بپرسید تا تأثیر یک فکر را ارزیابی کنید. آیا این فکر واقعا به من کمک می کند؟ آیا این فکر به من کمک می کند تا به اهداف درست زندگیم برسم؟ اگر این فکر راننده خصوصی من بود، آیا مرا به جایی که می خواستم می رساند؟ شما می توانید با این سنگ محک افکارتان را آزمون کنید. نقش این افکار در زندگیتان چیست؟ از آنجا که افکار خدایند هستند، شما طبیعتاً نمی توانید بدون قضاوت کردن درباره چیزهایی که به شما مربوط می شوند با توجه دلسوزانه و بدون قضاوت به افکار تفکیک قائل شوید. قضاوت فقط یک فکر است. شما می توانید تمرین‌هایی را در این بخش ارائه می شود انجام دهید تا پی ببرید که افکارتان با شما و زندگیتان چه می کنند. هرچه بیشتر بتوانید فرایند وقوع افکارتان را مشاهده کنید، برای دستیابی به خواسته‌هایتان انعطاف پذیرانه تر عمل می کنید و برای جهت‌دهی به زندگیتان حق انتخاب بیشتری خواهید داشت. قسمت 10. آزمون کاربرد پذیری. همانطور که اشاره شد، ذهن ما 7 نوع فکر تولید می کند: افکار خاطره‌گرایانه، افکار مشاهده‌گرانه، افکار قضاوت‌گرایانه، افکار آینده نگرانه، افکار خیال پردازانه، افکار داستانگویانه و افکار پیشگویانه. این افکار به بهبود و ارتقاء عملکرد ما کمک می کند. از این افکار می توان به شیوه‌های مفید و زیانبخش استفاده نمود. به این مثال‌ها توجه کنید. خاطرات به ما کمک می کنند تا به اطلاعات قبلیمان جان تازه‌ای ببخشیم، زیرا ما را به لحظات و افراد مهم زندگی ما پیوند می دهند. برخی افراد به واسطه خاطرات شکست و فقدان‌هایی که پشت سر گذاشته‌اند خود را عذاب می دهند. برخی نیز زمان زیادی را در گذشته صرف می کنند و بدین ترتیب حضور در زمان حال را از دست می دهند. مشاهده زمان حال می تواند آرامش بخش باشد. مشاهده همچنین باعث می شود که به احساس عمیق و غنی از تجربه زمان حال دست بیابیم. اما گاهی اوقات بایستی دست از مشاهده کردن برداریم و اقدام عملی در پیش بگیریم. قضاوت کردن به شما کمک می کند تا ارزیابی کنید چه چیزی برایتان خوب است یا بد، تا دچار زیان و خسارت نشوید. اما قضاوت کردن ممکن است تبدیل به چماقی شود که از آن طریق خویشتن و دیگران را در هم شکنید. قضاوت‌های بیرحمانه همچنین می‌توانند منجر به تضعیف اعتماد به نفس و تخریب روابط صمیمانه‌تان شوند. افکار داستانگویانه برای درک و فهم و تبیین امور و حوادث پیرامون ضروری به نظر می‌رسند، اما همانطور که قبلا نیز اشاره شد، افکار داستانگویانه اغلب اوقات به ذهن‌خوانی و بدترین تعبیر و تفسیرهای ممکن از وقایع دامن می‌زنند. افکار آینده نگرانه به ما کمک می‌کنند تا مشکلاتمان را حل کنیم و خود را برای آینده آماده کنیم. اما برخی افراد زمان زیادی را صرف برنامه‌ریزی و رویارویی با آینده می‌کنند، به گونه‌ای که زندگی شغلیشان ملامت‌بار و دردناک می‌شود. سالها پیش مؤسسه تحقیقات ملی داستان‌هایی را درباره مردی نقل کرد که می‌خواست خودش وسیله نقلیه تفریحی‌اش را بسازد. وقتی بعد از 10 سال کارش پایان یافت، دچار حمله قلبی شد، بدون اینکه بتواند تعطیلاتی را در آنجا سپری کند. همسر و فرزندان فراموش شده‌اش به فکر فرو رفتند و از خود پرسیدند فایده این کار چه بود؟ افکار آینده نگرانه به شما کمک می‌کنند تا آینده را پیش بینی کنید و از چاله چوله های زندگیتان اجتناب کنید. به عنوان مثال، اگر شما بدانید که شیری در فلان غار زندگی می کند، افکار پیشگویانه به شما کمک می کند تا پیش بینی کنید که اگر خطر را به جان بخرید و وارد آنجا شوید، بدون شک آسیب می بینید. اما افکار پیشگویانه می توانند آزاردهنده تر هم باشند،
زیرا باعث می شوند که غرق سناریوهایی چه می شود اگر شوید و رشته بی پایان از فجایع احتمالی و دور از ذهن را تصور کنید. افکار آینده نگرانه ممکن است لذت بخش باشند، زیرا به شما کمک می کنند تا تعطیلات پیش رو، وقایع و پیشرفت های آینده را تصور کنید. اما خیال پردازی ها می توانند خطراتی نیز به دنبال داشته باشند، زیرا اغلب مانع از این می شوند که به اقدامات عملی دست بزنید و به خیالات خود جامه عمل بپوشانید. خیال پردازی ها همچنین می توانند به افسردگی منجر شوند، زیرا خیال پردازی از طریق مقایسه کردن باعث می شود که زندگی فعلیتان ملال آور و پوچ به نظر آید. در ادامه هزاران سوال مطرح می شود. از کجا پی می برید که ذهنتان چه موقع از ریل خارج می شود؟ از کجا پی می برید که در حال پذیرفتن افکاری هستید که هیچ اهمیتی ندارند؟ به خاطر داشته باشید که ذهنتان تمایل دارد تا هر آنچه فکر می کنید باور داشته باشد. شما می توانید با استفاده از معیار کاربردپذیری به این سوالات پاسخ دهید. به عبارتی بایستی از خودتان بپرسید فکری که بارها و بارها تکرار می شود چقدر برایتان کاربرد دارد و مؤثر است. آیا این فکر گرهی از مشکلتان باز می کند؟ اگر موافقید این معیار را برای افکار داستانگویانه به کار گیریم. آیا می توانید داستانهایی را که به خاطر می آورید که مدام و به تکرار از آنها استفاده می کنید؟ شما به این افکار داستانگویانه متوسل می شوید تا به علت وقوع یا عدم وقوع برخی اتفاقات پی ببرید. یا پی ببرید چرا افراد به سبک و سیاق خاصی رفتار می کنند. حالا در برابر هر یک از این داستانها این سوالات را از خود بپرسید. آیا آن داستان برایتان مؤثر واقع شده است؟ آیا آن داستان انگیزه شما را به ادامه کار تعقیب کرد یا اینکه دلسردتان نمود؟ آیا آن داستان باعث شد نسبت به خودتان احساس بدی داشته باشید یا احساس خوبی؟ پیدا کنید آیا آن داستان به شما کمک کرد تا کارهایی را انجام دهید که برایتان اهمیت دارند یا اینکه باعث شد که از ادامه کار بترسید. به طور کلی یک فکر زمانی کاربردپذیر است که منجر به رشد و گسترش زندگیتان شود و چشماندازهای جدیدی را پیش رویتان بگشاید. همچنین یک فکر زمانی میتواند کاربردپذیر باشد که به جای دردسر آفرینی به حل مشکلتان کمک کند. برعکس وقتی افکار محدود، بازدارنده یا تعصب آمیز باشند به هیچ وجه کاربردپذیر نیستند. حال با استفاده از معیار کاربردپذیری بررسی کنید که آیا این افکاری که بارها و بارها به ذهنتان خطور می‌کنند برایتان مؤثر هستند. تأثیر هر یک از این افکار را به دقت ارزیابی کنید. آیا این افکار به شما کمک می کند که زندگی پربار و سالمی داشته باشید یا اینکه شما را به یک زندگی راکت و رغبت‌بار راهنمود می کند؟ اگر فکری برایتان هیچ کاربردی ندارد، آیا زمان آن فرا نرسیده است که دیگر به آن فکر اعتقاد نداشته باشید؟ در عوض فقط به آن توجه کنید تا اینکه بتوانید کم کم آن فکر را کمتر جدی بگیرید.